من لا حیاء فیه لا اسلام فیه. کسی که حیا ندارد اسلام نیست در او، و از اسلام دور است اگر کسی در او حیا نباشد. بنابراین این موضوع بسیار مهم است و بسیار اهمیت دارد، چرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر دین اخلاقی دارد و اخلاق دین مبین اسلام حیاست. یعنی از ویژگی ها و از خصلت ها و از خصوصیت های بارز مسلمانان حیاست. مسلمان یعنی حیاناک، مسلمان یعنی با حیا. از این حدیث دانسته می شود که بزرگترین مظهر صدق و راستی، انسانیت و ادب در یک مؤمن و مسلمان حیاست. شرافت یک مؤمن در حیای اوست، عزت یک مسلمان در حیای اوست، ادب و انسانیت و جوهر یک مسلمان در حیای اوست. به همین خاطر است که امام غزالی رحمه الله در احیاء العلوم در مورد تربیت فرزندان می‌فرمایند اولین چیزی که شما می‌خواهید که فرزندتان را به آن تربیت بکنین، ایشان می‌فرمایند حیاست. او را با حیا تربیت کن. اولین چیزی که می‌خواهید به فرزندتان بیاموزین حیاست. او را با حیا بگردان، با حیا او را تربیت کن. سبحان الله. ایشان می‌فرمایند در ادامه اگر حیا را در فرزندتان مشاهده کردین، بدان که اولین انوار عقل و هوشیاری در او نمایان شده است. معلوم می شود که این انسان هوشیار است. این که انسان با حیا باشد، این که انسان شرم داشته باشد، این نشانه هوشیاری اوست و عقلی اوست. عزیزان، هنگامی که الله اراده بکند که کسی را از جمله مقربین بگرداند و از جمله اولیاء الله بگرداند، اولین چیزی که به او میدهد حیاست. شاید شما فکر بکنین اولین چیزی که به او میدهد نماز تهجد است، تلاوت است، کارهای خیر است. اولین چیزی که به او میدهد الله سبحانه و تعالی به کسی که او را میخواهد از جمله مقربین بسازد، از جمله مقربین بگرداند، از جمله نزدیکانش بگرداند، از جمله اولیاء الله بگرداند. اولین چیزی را که به او میدهد حیاست. و هنگامی که الله سبحانه و تعالی اراده هلاکت کسی را بکند و الله اراده کرده است که او را از بین ببرد، او را خار و ذلیل بگرداند، الله سبحانه و تعالی اولین چیزی را که از او میگیرد حیاست. اولین چیزی را که از او میگیرد حیاست. خوب توجه بکنین، بسیار مهم است. الله هنگامی که اراده خاری و ذلت کسی را کرده باشد و هلاکت کسی را، اولین چیزی که از او میگیرد و از قلبش حیا را از او میگیرد، حیا را. لذا عزیزان، علما میفرمایند که ان من لم یستحی فاغسل یدیک منه. کسی که حیا ندارد، کسی که حیا نمی کند، دستتان را از او بشویید. او دیگر لیاقت ایره ندارد که همراه شما هم صحبت شود. او لیاقت ایره ندارد که مهمان شما شود. او لیاقت ایره ندارد که شما با او هم کلام شوید. او لیاقت ایره ندارد که شما با او یک لحظه ایستاد شوید، و الا اثرات بی حیایی در تو هم ظاهر می شود. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.